اوگانا دایگا دیوانه تقدیم با عشق به بانوی خودم. عجله داریم، داری هندی میخونی تو؟ عجله نکن عزیزم، من آقا ببخشید این چند تا گلم میخواستم اضافه کنی با اجازه. آقا اینم خدمت شما، لطف کنین هرچی از این زلمزیمه‌ها که داریم بهش اضافه کنین. میخوام این چیزی بسیار زیبا و قشنگی بشه. بله چشم. آخه نوه عزیزم قرار امروز برای اولین بار بیاد خونمون. بله بله، دستون در نکنه، فقط یه خورده سریع‌تر. خانم بذار کارشو بکنه. دیر شد. خانم این دختر چرا نمیاد؟ داره میاد، عجله نکن. دخترم بجم دیگه بابا، دیر شد. ناسلامتی قرار بود ما زودتر از همه برسیم اونجا کمک کنیم ها. داریم میریم برسیم کمک کنیم. غر زدن نداره. غر زدن. چه عجب. همه آدمو هول میکنین. اومدم دیگه. نشستی مامان جان. آوردیمش دیر شد، همه منتظرن. آخه آدم شیرینی یادش میره. عزیز من چرا انقدر ناراحتی؟ بخند، شاد باش. آها داریم میریم مهمونی، یه عضو جدید قراره به ما اضافه بشه. بعدش هم خوب بود میرفتیم اونجا، یادمون میومد شیرینی رو جا گذاشتیم، نیمه پر لیوان. الان ماشین کو؟ ماشین بسپار به من، آماده. اون مشکیه که نیست اینجا، سفیده، پس اون یکیه، اوناش. بریم بفرما. از دست تو. بفرمایین هم شیرینی. بابا جان یه زنگ بزن ببین اینا کجا؟ اینا نرسیدن. آقا جون خیلی عجله داری نباتو ببینی ها. نیمه پر لیوانو باید ببینی آقا جون. دارن میرسن. انشالله. راستی چقدر طول کشید از زمان درخواست تا تحویل بچه؟ حالا راستش رو بخوام من از اول در جریان بودم، خیلی فکر نمی کنم طول کشید. نه درخواست دادم، بعدم یه سری مشاوره و مصاحبه، بعدم کارهای اداری رو انجام دادن و الانم رفتم بچه رو بگیرم به سلامتی بیان ان شاء الله. بچه‌م خیلی خوشحاله، داره یه بچه به زندگیش اضافه میشه. نوه منه، مغز بادومه. دورش برم من، دورش بگردم. ولی دختر یه چیز دیگه است. آقا چه فرقی داره دختر پسر؟ فرق داره مادر. من چه حرفی میزنی آخه؟ درست نیست دیگه. رسیدن. خدا شکر نوام رسید. گفتم نیمه پر لیوان آقا جون. دیدی حالا؟ خدا رو شکر. دایی مجید گفتن میشه لطفاً برین کمکشون. به روی چشم. به به. برو کمکشون. قربونش برم برادرزاده، برم ببینمش، من قربونش برم. ولی اینا بچه بغلشون نبودا. داداش قربونت اون لنگه در باز کن. باشه چشم. مهمون داریم، چه مهمونی؟ بفرمایین تو، خیلی خوش آمدین. بفرمایین به به. سلام به همگی. قربون اون شکلت بشم. خوش اومدی قشنگم. خوش اومدی بابای من، خوش اومدی. امیر حسین جان بخونه. خوش اومدی مامان. خب همه آماده این؟ من هموطن دارم. برخی خانواده‌ها با فرزندپذیری کودکان دارای معلولیت یا نیازمند درمان خواستار پیوستن آنها به کانون خانواده خود هستند تا از این فرشته‌ها در محیطی امن و آرام مراقبت کنند. سازمان بهزیستی کشور